نگرفته است و یک قانون درست در افغانستان ایجاد نگردیده است. متاسفانه مردم افغانستان و سیاستمداران افغانستان اصرار دارند که از قانون 1000 سال و 2000 سال 3000 سال پیش استفاده کنند. قانونگذاران و سیاستمداران افغانستان اصرار به این دارند که قوانین اسلامی را در این کشور پیاده بکنند و مطابق قوانین اسلامی این کشور باید اداره شود. اما مشکلات فراوانی در این قوانین وجود دارد. مشکلات به این معنا که هیچ کس و هیچ شخصی نباید برای خود اجازه دهد که قانون 50 سال پیش را امروز تطبیق بکند بالای مردم. چرا که 50 سال پیش مردم دیگر قسم فکر میکردند و امروز دیگر قسم فکر میکنند. اندیشه و تفکر 50 سال پیش قسم دیگری بود و امروز تفکر و اندیشه مردم قسم دیگری است. تفکر و اندیشه 100 سال پیش قسم دیگری است و تفکر اندیشه مردم امروز قسم دیگری است. بنابراین کسی حق ندارد که قانون 50 سال پیش 100 سال پیش را امروز بالای مردم تطبیق بکند. کسی که چنین کاری را میکند در حق ملت خود، در حق مردم خود، در حق کشور خود خیانت میکند. به خاطر از اینکه قوانین 100 سال پیش جواب قانون امروزی را داده نمیتواند. تفکر 100 سال مردمان 100 سال پیش تفکر مردمان امروزی را ندارند. امروز مردم دیگر قسم فکر میکنند. امروز مردم راه و روش مردم، تفکر اندیشه مردم متفاوت شده است. به همین خاطر اگر قوانین 100 سال پیش را، 500 سال پیش را، 1000 سال پیش را، 1000 و 2000 سال پیش را امروز در افغانستان در این قرن 21 بالای مردم تطبیق بکنند، بنابراین آن قانون پاسخگوی این زمان نمی باشد و مردم از پیشرفت و از ترقی باز می مانند. قوانین اسلامی 80% از یهودیت و مسیحیت گرفته شده است. قوانین مسیحیت یهودیت قوانین 3000 سال پیش است. پس قوانین 3000 سال پیش 2000 سال پیش را وقتی که در این قرن 21 سیاستمداران این مردم تطبیق میکنند بالای مردمشان، آیا یک خیانت برای این ملت نیست؟ آیا پیشرفت و ترقی کشور را نمیگیرد؟ آیا به اندیشه پیشرفت اندیشه و تفکر مردم را نمیگیرد؟ 100% میگیرد. امروز جهان به کجا رسیده و ما به کجا رسیدیم؟ امروز جهان کشورهای جهان پیشرفت کرده است. هواپیما می سازند با پیشرفته ترین تکنولوژی،
پهپاد میسازند، زیر دریایی میسازند که سالها در زیر بحرها حرکت میکند و هواپیماهایی میسازند که سالها در هوا ایستاد میشه. حتی به مریخ و به کره ماه میرن. موشک ها میسازند که از این طرف دنیا آن طرف دنیا را میزنند و تمام تکنولوژی و پیشرفت را جهانیان ساختند. اما ما مسلمانان به خصوص کشور افغانستان به خاطر اینکه در بند قوانین 2000 ساله و 3000 ساله مانده ایم، ما تمام جلو پیشرفت و ترقی کشور ما را گرفتیم، رشد فکری و اندیشه جوانان را گرفتیم. ما در بند آن هستیم که در مکتب باید لنگی بسته کرده شود. ما در بند آن هستیم که دختران و زنان کار نکنند و مکتب نخوانند. ما در بند آن هستیم که دختران و زنان در پارک ها نروند و از خانه بیرون نشوند. لباس آنها چه رقم باشد. پس این تفکر و این اندیشه، تفکر و اندیشه تحجر و سختگیرانه است. این جلو پیشرفت و ترقی را میگیرد. فقر به وجود میارد، ظلم به وجود میارد، تاریکی به وجود میارد، جهل به وجود میارد، نادانی به وجود میارد، بی‌فرهنگی به وجود میارد، جهالت به وجود میارد و هزاران مشکلات را این تفکر به وجود میارد. اسلام و قوانین اسلامی در زمانی به وجود آمد که در آن زمان دنیا کاملا تاریک بود. دنیا کاملا در ظلم و ستم و تاریکی ظلم و ستم و هزاران ظلم، جنایت و هزاران خرافات، جهالت در آن زمان وجود داشت. در آن زمان خداوند متعال اسلام را فرستاد، پیغمبرش را فرستاد تا که مردم را از تاریکی ها بیرون کند، تا که مردم را به سوی روشنایی سوق دهد. خداوند پیغمبرش را فرستاد و اسلام را آورد تا اینکه مردم پیشرفت بکند، تفکر و اندیشه مردم پیشرفت بکند، از آن جهالت و گمراهی و خرافات و بت پرستی و دخترکشی ها به طرف رشد و پیشرفت و ترقی انسانیت سوق دهد. اسلام در آن زمان آمد که مردم را از آن تاریکی ها، ظلم و جهل به طرف پیشرفت و ترقی و روشنایی مردم را سوق ده، حرکت کند، مردم را به سوی سعادتمندی هدایت بکند. اسلام به این خاطر آمده است. هدف اسلام، هدف دین مبین اسلام و پایه و اساس دین اسلام مردم سالاری است. بنابر حقوق مردم، بنابر حقوق و دفاع از حقوق مردم و دفاع از حقوق مظلومین، بنابر دفاع از حقوق تمام عامه مردم، خداوند متعال دین را فرستاد که تا که از حقوق مظلومین دفاع شود.
تا که از حقوق از دست رفته زنان و مردان دفاع شود. در آن زمان جهالت بود، در آن زمان تاریکی بود، در آن زمان مردم بت میپرستیدند. در آن زمان مردم از جهالت دخترانشان را زنده به گور میکردند تا اینکه دشمنان به دست دشمنان نمانند. در آن زمان جنگ‌های قبیله‌ای و جنگ‌های قبیله‌ای زیاد بودند، به خاطر اینکه یک قبیله با این قبیله دیگر حمله می‌کردند. وقتی که غالب شدند دخترانشان و زنانشان را می‌بردند. به خاطر همین نسل مردان را زیاد می‌کرد و نسل دختران را کم می‌کرد که تا اینکه به دست دشمنان نماند، دخترانشان به دست دشمنان نماند و مایه ننگ و آرشان شود. به همین خاطر دختران را زنده به گور می‌کردند. اسلام آمد به بالای دختران، برای نجات دختران، برای نجات از ظلم و ستم، برای پیشرفت و ترقی، که مردم را درجه به درجه مردم را به سوی پیشرفتی و به سوی کامیابی، به سوی سعادتمندی دعوت کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچون پدری بالای دختران یتیم، بالای دختران مظلوم، همچون پدری دست میکشید. پدری شد برای دختران مظلوم، پدری شد برای یتیمان. و برای نجات مظلومین پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاش میکرد. اما متاسفانه امروز ما به سوی تاریکی روان هستیم. هر کاری که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، در زمان خودش بود، درست بود. در زمان خودش درست بود. در زمان خلفای راشدین هر کاری که، هر حکومتی که، هر قانونی که داشتن در زمان خودش درست بود. و در هر دوره، در اموی ها، در عباسی ها، در عثمانی ها، در هر دوران که هر قوانینی که داشتن برای خودشان در آن زمان مطابق زمانشان درست بود. اما امروز ما در این زمان تکنولوژی، در این زمان پیشرفت علم و معرفت و پیشرفت علم و دانش، ما بریم به طرف قوانین 2000 سال و 3000 سال پیش، از آنها ما امروز الگو بگیریم و قوانین 2000 سال پیش را امروز تجویز بکنیم و مانند سنگسار که قانون 3000 سال پیش که در تورات آمده، از تورات به عنوان روایات به احادیث آمده، که امروز متاسفانه مسلمانان از قانون سنگسار پیروی میکنند که قانون 3000 سال پیش است که خود یهودیان هم از آن استفاده نمیکنند. قانون دست بریدن، این قانون هم در قرآن کریم آمده. این قانون هم همون قانون یهودیت و قانون مسیحیت است. 80% قرآن کریم از تورات و انجیل گرفته شده است، چون که آنها هم کتاب خداوند متعال است. به خاطر همین قوانین آنها را به قرآن کریم آورده شده است.
در کتاب تاریخ راه ابریشم آمده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم قانون اسلام و قانون مسیحیت بسیار تفاوت‌های جزئی داشته است. همانند این دو انگشت، مثلا مسیحیت مثل این بوده و اسلام مثل این، اونقدر تفاوت‌هایی هم نداشته است. بعد رفته که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در زمان خلفای راشدین، در زمان اموی ها، در زمان عباسی ها، در زمان عثمانی ها و تا به امروز تغییرات بیشماری در قانون دین اسلام به وجود آمده است. و امروز اگر قوانین اسلامی مردم را حکومت ها اداره کنند، طبعا که هر گروه و هر شاخه های اسلامی قرائت های مختلفی از اسلام را دارند. اسلام تکه تکه و گروه است و هر گروه که حاکم باشد قوانین خودشان را تطبیق می کند. قانون اسلام ثابت یکی نیست، در هر گروه هر قسم است، از نظر هر گروه هر قسم است. مثلا شیعه یک قسم حکومت را قبول دارد، سنی یک قسم حکومت را قبول دارد و قرائت های مختلفی هر گروه از اسلام را برداشت های مختلفی دارند. به همین خاطر تطبیق قوانین اسلامی برای مردم امروزی کارآمد ندارد. چنانچه می‌بینیم امروز در افغانستان برای دانش آموزان دستار بسته کردن را اجباری کرده است و همچنین ریش ماندن و دستار بسته کردن و شخصیت‌های شخصی مردم دخالت می‌کند. همچنین قوانین سنگسار، قوانین دست بریدن، قوانین بردهداری، اینها در قرآن آمده است، اما بعد طول زمان که امروز اگر آن قوانین ها را اجرا بکنند در جهان و در چشم مردم جهان یک وحشی معلوم میشه. در چشم این مردم وحشتناک معلوم میشه. به همین خاطر زمان بعضی قوانین را زمان و مکان منسوخ میکند. قوانین بردهداری شاید 100 سال پیش مردم آزادانه می توانستند قوانین بردهداری را اجرا می کردند، ولی امروز با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت و شبکه های مختلف و رسانه های مختلف که امروز وجود دارد، اگر قوانین بردهداری را امروز اجرا کنند، همه جهانیان به چنین ملتی میخندند، چنین ملتی را ظالم و جابر معرفی میکنند. امروز اگر دست دزدان را اگر ببرند، این در شبکه ها پخش شود، حتی خود مسلمانان از این قانون نفرت دارند. کافر که نفرت دارد، حتی خود مسلمانان از این دست بریدن ها نفرت دارد. یک وحشتناک است، یک وحشیگری معلوم میشه. هر چیز و هر قوانین در زمان خودش درست و خوب بوده، ولی در زمان
غیر خودش نامعقول معلوم میشه. مثلا دست بریدن 1500 سال پیش یا 2000 سال پیش رایج بوده و تا زمان 100 سال پیش هم مردم عقب مانده بود، مردم علم و دانششان کم بود. تا 100 سال پیش هم دستها را می بریدند، روغن را سرخ می کردند. بعد که روغن را سرخ کرد دست دزد را می بریدند از مچ دست. این دست را بریده با روغن سرخ کرده فشار می دادند که خونش بند شود. به این قسم انسان ها را معیوب و ناقص می کردند. بنابراین امروز این قوانین ها بالای مردم تطبیق شود، برای نامبدی مردم، نامبدی یک جامعه میشه. سنگسار هم همچون نامبدی یک جامعه و وحشتناک معلوم میشه. بردهداری هم همچنان وحشتناک معلوم میشه. بنابراین این قوانین ها را زمانه خودش منسوخ کرده است. پس باید امروز سیاستمداران، قانونگذاران، بزرگان عقلانی از روی عقل و اندیشه کار کنند و از روی عقل و اندیشه قانون بگذارند تا که جلوی پیشرفت کشور ما، جلوی پیشرفت فکری و عقلانی اندیشه مردم را نگیرند. اسلام به خاطر اینا آمد. اسلام به خاطر گفتم که جلوتر اسلام به خاطر پیشرفت آمده است که امروز جهان به چه اندازه پیشرفته است، باید اسلام از اینها هم پیشرفت باشد. امروز جهان کفر به چه اندازه علم و تکنولوژیشان پیشرفته است، باید مسلمانان پیشرفته تر از اینها می بودند. چرا که در مقابل اسلام قوانین اینها جهالت باید باشد، باید قوانین اسلام پیشرفته تر باشد. متاسفانه امروز قوانین اسلامی به جهالت تبدیل شده، به تاریکی تبدیل شده، به نادانی تبدیل شده. قوانین کفری پیشرفته تر، عقلانی تر، انسانی تر شده، برعکس شده. باید مسلمانان و بزرگان و سیاستمداران، قانونگذاران و آنانی که قدرت را به دست دارند باید این را بفهمند که از روی عقل و انسانگرایی و ملیگرایی و انسان محوری و مردم دوستی و برای منافع مردم و برای پیشرفت کشور و برای پیشرفت ترقی کشور، برای پیشرفت رشد فکری و رشد فکری جوانان، برای رشد فکری و اندیشه های جوانان کار کنند. و هر چیزی که جلوی پیشرفت را میگیرد و هر چیزی که جلوی پیشرفت و ترقی را میگیرد و هر چیزی که جلوی پیشرفت فکر و اندیشه را میگیرد و هر چیزی که جلوی سوال کردن و انتقاد را میگیرد، آن چیزها کلا مردود است. باید از این چیزها را از جلوی مردم بردارند. چرا که این چیزها اصلا نه قانون اسلام است، نه قانون دین است، نه قانون خداست. این چیزها یک خرافاتی است که در داخل اسلام به عنوان اسلام امروز اجرا میکنند و مردم را به طرف گمراهی میبرند. و هر چیزی که برای پیشرفت
بشریت است و حق قوانینی که برای رشد بشریت است و برای پیشرفت کشور است باید اون قوانین را پیاده بکنند. ژاپن و افغانستان در یک روز، در یک زمان استقلال خود را جدا کردند. امروز ژاپن را ببینید، افغانستان را ببینید. در جهان امروز ژاپن پیشرفته ترین کشور است. ژاپن پیشرفته ترین کشور از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصاد و از هر لحاظ ژاپن پیشرفته ترین کشور شده است. حتی ساختمان‌های ساخته است که متحرک می‌گردد. ولی افغانستان، ژاپن هر دو در یک زمان استقلال خودش را گرفته، افغانستان به طرف جهالت روان است. افغانستان به سوی پیشرفت روان نیست، به سوی جهالت عقب گردی است. مردم و جهانیان به طرف پیش حرکت بکنند، ملت افغانستان به طرف عقب حرکت میکنند، تا اینکه مردم فقر، گدا، آوارگی و هزاران بدبختی دیگر در این کشور می آید و همچنین جوانان این کشور، زنان این کشور همه بیکار هستند. درآمد در این کشور، کار در این کشور، درآمد در این کشور نیست. این مردم بیچاره چیکار کنند؟ و همگان معلوم است که 50% مردم افغانستان در کل جهان آواره شدند. چی باعث شد که این ملت همه آواره و بدبخت در تمام کشورها میگردند؟ علت چیست؟ تمام علتها، تمام بدبختی ها، تمام این آوارگی ها از همین خرافات، از همین اندیشه های پوچ، از همین قانونگذاری که مؤثر بر کشور، مؤثر بر پیشرفت کشور، مؤثر بر افکار و اندیشه جوانان نیست، به خاطر همین کشور ما هرگز آباد نمیشه. جوانان ما از بیرون کشور نمی آیند. باید تغییرات به افکار و اندیشه انسان ها بیاید. خداوند خود در قرآن کریم گفته است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال حالات هیچ قومی را تغییر نمی دهد حتی خود آنها حالات خودشان را تغییر ندهند. این شما هستید که خود را تغییر می دهید. این شما هستید که پیشرفت می کنید. این شما هستید که توسط افکار و اندیشه هایتان خودتان را می سازین، کشورتان را می سازین. خداوند به خاطر تغییرات و حالات شما را خداوند تغییر نمی دهد. خودش در قرآن فرموده است. پس خود شما افکارتان را تغییر ندهید، اندیشه هایتان را تغییر ندهید، راهتان را تغییر ندهید، پندارهایتان را تغییر ندهید، فرهنگتان را تغییر ندهید.
به همین فرهنگ زشت و ناپسند، به همین پندارهای پوچ، به همین باورهای اشتباه و غلط شما حرکت میکنید، آینده ها، فرزندان آینده، جوانانی که آینده می آیند و نسل جوان، نسل آینده را هم خراب میکنید. تمام کسانی که کشورهایشان پیشرفت شدند، بزرگانشان راهشان را تغییر دادند، افکار و اندیشهشان را تغییر دادند، علم آموختند و این افکار و اندیشه را برای جوانان آیندهشان تحویل دادند. افکار و اندیشه روشن، افکار و اندیشه روشنگری، افکار و اندیشه‌ای که مثل خورشید جهان را روشن می‌کند، برای فرزندانشان و آیندهشان، فرزندان آینده که می‌آیند به آنها تحویل دادند. ما چیکار می‌کنیم؟ ما به جای روشنگری تاریکی ها را، خرافات را، بدبختی را، ظلم را، فقر را، باورهای غلط را برای فرزندان آینده تحویل میدیم. پس که خودمان هم که از دنیا میریم، فرزندان آینده ما هم به مثل خود ما متحجر، سختگیر، خرافاتگر، ظالم به وجود می آید. پس هر انسان باید که در این دنیا به وجود می آید، هدفش خدمت بر جامعه، خدمت به ملت، خدمت به دیگران باشد. خدمت به دیگران این است که شما در این جهان زندگی میکنید، در زندگی مردم کمک بکنید، برای پیشرفت مردم کمک بکنید، برای روشن کردن جهان مردم کمک بکنید، برای بدبخت شدن مردم کمک نکنید، برای بدبخت شدن و به تاریکی رفتن، به طرف تاریکی ها مردم را هدایت نکنید. مردم را به طرف روشنگری، روشنایی، به سوی آرامش، به سوی زندگی کردن و به سوی خوشحالی، به سوی آرامش مردم، پیشرفت مردم، به سوی رشد و فکری مردم را هدایت بکنید. تشکر از توجه شما.